بعد از اینکه غذا میخوری بیحالی و خواب آلودگی میاد. علت این مشکل بعد از اینکه غذا میل میکنی قند خونت از مقدار متعادلش بالا میره و این به خاطر استرسی است که بعد از خوردن غذا با بالا رفتن میزان حرارت معده و کبد و غده پانکراس ایجاد میشه و علت همه اینها از نظر طب سنتی به خاطر غلبه سموم سوداوی در بدن ایجاد میشه. وقتی معده خالی باشه بیحالی یا خواب آلودگی را احساس نمی کنی، ولی این عارضه غالبا بعد از خوردن غذا ایجاد میشه که علتش را بالا گفتم. اگه به صورت بازتر به این مشکل نگاه کنیم، وقتی ما غذا میخوریم گرمای کبد و معده از میزان عادی خودش بالاتر میره. به همین علت اعصاب معده و اعصاب غده پانکراس تحت فشار قرار میگیره و استرس در این عضوها ایجاد میشه که به همین خاطر قند خون مقداری از میزان نسبی خودش بالاتر میره که خواب آلودگی و بیحالی را ایجاد میکنه. و اما درمان، گفتیم که علت بیحالی و خواب آلودگی بعد از خوردن غذا به خاطر بالا رفتن قند خون ایجاد میشه. پس بایستید فقط قند خون را تنظیم کنید و برای تنظیم آن یک فنجان قهوه تلخ و یا کاکائوهای تلخ میتونید استفاده کنید و یا از چیزهای ترش مزه هم میتونید برای تنظیم قند استفاده کنید. بدانید که این نوع قند خون با تست قند ناشتا معلوم نمیشه، چون که این نوع قند خون از استرس ایجاد میشه و با دیابت معمولی فرق داره. و اما در بعضی افراد بعد از غذا علاوه بر خواب آلودگی و بیحالی سردرد و تهوع و حتی سرگیجه هم ایجاد میشه که این مورد را در ویدیوی جداگانه در بحث درمان کامل میگرن خواهم گفت. به پایان این ویدیو رسیدیم. شما را به خدا میسپارم. موفق و مؤید باشید.